جنبش کارگری سنتی همانطور که می‌شناختیم دیگر وجود ندارد و این ادعای مهمی است که فرانک دپه در مقالش با عنوان طبقه کارگر و جنبش کارگری در قرن 21 مطرح می‌کند. او می‌گوید که مارکسیسم و جنبش کارگری در وضعیت بحرانی به سر می‌برند و این بحران در حال تشدید است. چه عواملی منجر به چنین وضعیتی شده‌اند و آیا این به معنای پایان مبارزه طبقاتی است؟ در واقع دپه به دو دلیل اصلی اشاره می‌کنند. اول، فروپاشی کمونیسم با ناپدید شدن اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و گذار سریع چین به اقتصاد بازار سرمایه‌داری تحت رهبری حزب کمونیست. این تحولات نظریه‌های مارکس، انگلس و لنین را که احزاب کمونیست حاکم برای توجیه رژیم‌های خود به آنها استناد می‌کردند، به شدت تضعیف کرد. او همچنین اشاره می‌کند که این بحران ناشی از ادراک و تجربه سرمایه‌داری جهانی پیشرفته، فناوری کنونی و پیامدهای اجتماعی و سیاست‌های نئولیبرالی آزادسازی و دولتی زدایی است. دوم، تغییرات در خود جنبش کارگری. در اروپا چپ سیاسی برای بیش از یک قرن عمدتاً بیان جنبش کارگری بود، اما این تاریخ یک فرایند خطی و مدرنسازی نبود، بلکه با دوره‌های جنگ، انقلاب، بحران‌های اقتصادی و فاشیسم قطع شد. پس شما میگویید که جنبش کارگری سنتی دیگر به عنوان یک نیروی سیاسی اجتماعی یا فرهنگی که بر طبقه کارگر صنعتی تکیه داشت، عمل نمی کند. آیا این بدان معناست که مبارزه طبقاتی هم به پایان رسیده است؟ نه به هیچ وجه. دپه به صراحت میگویید که این امر به معنای فقدان طبقات یا پایان مبارزه طبقاتی نیست. موقعیت‌های طبقاتی و تعارض‌های طبقاتی همچنان وجود دارند و فرآیندهای انحلال و شکلگیری مجدد صورتبندی‌های طبقاتی ادامه دارد. اما این فرآیندها دیگر آن بیان سیاسی را ندارند که نظریه مارکسیسم لنینیسم به رابطه میان حزب پیشتاز و طبقه پرولتاریا نسبت میداد. در گذشته جنبش کارگری پس از انقلاب بورژوایی به دنبال حقوق سیاسی و دموکراتیک بنیادی بود و سپس در قرن بیستم به ویژه در غرب اروپا عناصر شهروندی اجتماعی و دولت رفاه را محقق ساخت. این دستاوردها حاصل نوعی مصالحه طبقاتی بودند که حتی به وجود بلوک شوروی و جنگ سرد نیز باز می‌گشتند. بنابراین این مدرنسازی خود باعث فرسایش جنبش کارگری کلاسیک شد. پیچیده تر شدن جوامع، از هم گسستن محیط‌های طبقاتی سنتی و فردی شدن، آنطور که اولریش بک توصیف کرد، همه اینها به تضعیف آن جنبش منجر شد. دونالد ساسون هم میگویید که جنبش کارگری سوسیالیستی در اروپا مأموریت تاریخی خود را در متمدنسازی سرمایه‌داری از طریق دموکراسی و دولت رفاه به انجام رسانده است. آیا این به معنای این است که طبقه کارگر صنعتی دیگر نیروی محرک سوسیالیسم نیست؟ دقیقاً همینطور است. طبقه کارگر صنعتی اکنون به اقلیتی در میان جمعیت مزدبیگیر و بیکار تبدیل شده و دیگر موتور سوسیالیسم به شمار نمیرد. همانطور که دپه از سوسیالیست رجیستر نقل می کند، در حالی که مفهوم طبقه به عنوان یک نظام روابط اجتماعی برای فهم پویایی سرمایه‌داری معاصر همچنان مرکزی است، اما به عنوان یک رابطه سیاسی، یعنی کارگران آگاهانه متحد شد و عمل کننده به عنوان یک کنشگر، در بحران عمیقی به سر می‌برد. ما در دوره‌ای از گذار به یک صورتبندی جدید سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم که با نئولیبرالیسم و یکجانبه گرایی ایالات متحده مشخص می‌شود. توازن قوا میان سرمایه و کار به نفع سرمایه تغییر کرده است. اگر سرمایه یک رابطه اجتماعی باشد، پس چگونه مارکسیسم میتواند این صورتبندی جدید سرمایه‌داری را تحلیل کند؟ چطور باید تضادهای درونی آن را فهمید؟ همانطور که مارکس می‌گوید، سرمایه یک چیز نیست، بلکه رابطه اجتماعی است که از طریق اشیا میان افراد واسطه می‌شود. او جامعه را یک ارگانیسم قابل تغییر و همواره در حال دگرگونی می‌داند. تضاد مرکزی در این رابطه میان منافع بازتولید نیروی کار و منافع ارزش افزایی سرمایه قرار دارد. انباشت سرمایه تابع قوانین رقابت و همچنین مبارزات طبقاتی است.
تاریخ طبقه کارگر همیشه تاریخ بازآرایی و بازساختاردهی دائمی درونی آن بوده است. در حالی که فوردیسم با استانداردهای همگانی مشخص میشد، در پس فوردیسم و جهانی شدن نئولیبرالی، شکاف میان برندگان و بازندگان به شدت تشدید شده است. این تکه تکه شدن یکی از شرایط سلطه نئولیبرالی است، زیرا واحد در تجربه اجتماعی را که پیش شرط آگاهی و همبستگی طبقاتی است، از میان میبرد. و این تکه تکه شدن طبقه کارگر در کنار بربریت‌سازی، سیاست بین الملل، افزایش نژادپرستی و افزایش خطر جنگ، تصویری نگران کننده از جهان امروز به دست می‌دهد. چگونه این بلوک فرودستان جدید که دپه به آن اشاره می‌کنند شکل گرفته است؟ سرمایه‌داری معاصر یک نظام بی‌نهایت پویاست. این نظام در بعد افقی از مرزهای ملی فراتر می‌رود، در بعد عمودی اشکال جدیدی از نابرابری و سلسله مراتب‌های اجتماعی را ایجاد می‌کنند. دپیسه طیف اصلی را در این بلوک فرودستان جدید شناسایی می‌کنند. طیف اول، لایه‌هایی از طبقه متوسط مزدبگیر و کارگران ماهر اشرافی هستند که مهارت بالا و درآمد خوب دارند. آنها اغلب خود را برنده جهانی سازی می دانند و از سیاست‌های نئولیبرالی حمایت می کنند. طیف دوم، هسته صنعتی طبقه کارگر سنتی است که وزن سیاسیش کاهش یافته، اما در برخی کشورها هنوز از اتحادیه‌های قدرتمندی برخوردار است و منافع اعضای خود را از طریق کورپوراتیسم حفظ می کنند. طیف سوم، کارگران کم مهارت و کم درآمده در بخش‌های خدماتی هستند که عمدتاً زنان و مهاجران را شامل می شود. این لایه از پرولتاریای خدماتی نوین به دلیل رشد اشتغال ناپایدار بدون تأمین اجتماعی یا نمایندگی اتحادیه‌ای رشد چشمگیری داشته است. علاوه بر این، یک فرودست طبقه یا آندرکلاس نیز در حال رشد است که شامل جمعیت دائم بیکار یا کمکار می شود، بخشی که دیگر ارتش ذخیره صنعتی نیست، بلکه طرد شدگان اجتماعی هستند که به کمک‌های دولتی یا کار غیرسم وابسته‌اند. پس طبقات اجتماعی امروزه کنشگران جمعی یکپارچه نیستند و مبارزه طبقاتی هم بازتاب مکانیکی ساختارهای اقتصادی اجتماعی نیست. آینده این طبقات و جنبش‌های اجتماعی در این دوره گذار پر از تضاد به چه مسیری می‌رود؟ دپه تأکید می‌کنند که آینده طبقه کارگر و جنبش کارگری باید در چارچوب آینده جوامع مدرن و نظام جهانی اندیشیده شود. این آینده تا حد زیادی به نحوه واکنش نیروهای جهانی اندیشیده بازآشوب و جنبش‌های اجتماعی که بر ائتلافی میان جناح‌های مختلف طبقه کارگر و دیگر جناح‌های طبقاتی در سراسر جهان استوارند، بستگی دارد. او به اجلاس اجتماعی جهانی در پورتو آلگره در سال 2003 اشاره می‌کنند که گروه‌های مختلفی با وجود تفاوت‌های عظیم توانستند به یک تفسیر مشترک از نقد راهبردهای جهانی‌سازی مبتنی بر سرمایه و سود دست یابند. این نشان می‌دهد که هنوز امکان شکل‌گیری یک نیروی سیاسی برای مطرح کردن یک مسیر بدیل برای بازتولید اجتماعی و دموکراسی وجود دارد. این تحلیل فرانک دپه بسیار عمیق و به موقع است، به ویژه که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با استفاده از چارچوب‌های متریالیسم تاریخی تغییرات پیچیده جهانی و شکل‌گیری طبقات جدید را درک کرد، حتی اگر جنبش‌های سنتی دیگر وجود نداشته باشند. تحلیل او به ما یادآوری می‌کنند که چگونه بحران‌های امروز ریشه‌هایی در تغییرات ساختاری سرمایه‌داری جهانی دارند. اگر این گفتگو به درک شما از وضعیت کنونی طبقه کارگر و جنبش‌های اجتماعی کمک کرد، لطفاً آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.